ودیعه مبلغیه که هنگام اجاره خونه یا استفاده از خدمات پرداخت میشه. ودیعه یا سپرده پولیه که تضمین میکنه خدمات یا اقلام قرض گرفته شده در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن میتونن با اون پول جایگزین بشن. برای اجاره خونه یا استفاده از خدمات پرداخت ودیعه لازمه. توی بسیاری از موقعیت‌های روزمره زندگیمون ما مجبور به پرداخت ودیعه هستیم. مثل زمانی که می‌خوایم در یک زمین تنیس یک راکت رو اجاره کنیم. یک مبلغ برای اجاره راکت و مبلغ دیگر ضمانتیه برای اینکه ما اون راکت رو سالم برمیگردونیم و بعد از اینکه راکت رو تحویل دادیم این مبلغ به ما برگردونده میشه. اما اگه راکت تنیس آسیب دیده باشه یا ما اصلا اون رو برنگردونیم این مبلغ به ما برگردونده نمیشه و به عنوان خسارت نگه داشته میشه. در بعضی مواقع ممکنه به جای پول از ما چیزهای دیگه مثل سوئیچ ماشین یا گواهینامه رانندگی رو هم به جای ودیعه دریافت کنن که بعد از برگردوندن اون وسیله چیزی رو که به عنوان ودیعه بهشون دادیم رو به ما برمیگردونن. ودیعه اجاره در قانون اجاره معمولا صاحبخانه درخواست ودیعه میکنه که این ودیعه معمولا 2 یا 3 ماه اجاره اون خونه است و تضمینیه برای اینکه مستاجر به خوبی از آپارتمان نگهداری میکنه و صورت حساب و قبوض خودش رو سر وقت پرداخت میکنه. در صورتی که مستاجر به خوبی از خونه محافظت نکنه و قبوض خودش رو پرداخت نکنه، ودیعه در برابر ضرر از صاحب خونه محافظت میکنه. پس از پایان قرارداد مستاجر حق داره که ودیعه‌ای رو که پرداخت کرده پس بگیره، به شرطی که به خونه آسیبی نزده باشه و تمام قبوض خودش رو پرداخت کرده باشه. صاحب خونه معمولا تا 6 ماه وقت داره که خونه رو بررسی کنه و بعد مبلغ ودیعه رو پس بده. جاب سنتر چه زمانی مبلغ ودیعه رو پرداخت میکنه و چه جوری میتونیم اون رو دوباره به جاب سنتر برگردونیم؟ اگه شما بتونید ثابت کنید که به لحاظ مالی توانایی پرداخت ودیعه رو ندارید، جاب سنتر این مبلغ رو به صورت وام بدون بهره به شما پرداخت میکنه و شما موظفید که ماهیانه و به صورت قسطی این مبلغ رو به جاب سنتر برگردونید. اگر شما توی این فاصله کار پیدا کرده باشید و دیگه از جاب سنتر پول نگیرید، باید مبلغ باقی موندن ودیعه رو به صورت یکجا به جاب سنتر پرداخت کنید.